بینندگان عزیز سلام. برنامه نوبتی قطره از علم است و اینجا میخوایم صحبت داشته باشیم پیرامون یکی از یادگاری های قدیمه مردم تاجیک. اصلا باید بگویم که تاریخ یگانه عاملی هست که در صحیفه های آن گذشته های دور زندگی نامه مردم ثبت می شوند که آن برای امروز و برای فردایان خیلی قیمت است. در صحبت امروزه ما هستند نورالدین سیف اللهیوف، مدیر شعبه باستانشناسی انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان. شما را به برنامه خیر مقدم میگم. سلامت باشید. یکی از یادگاری های بسیار نادری که در سرخط یادگاری های کشور ما نام برده می شود این تخت سنگین است و امروز می خواهم پیرامون همین یادگاری و آمادگی به جشنی که بخشیده به 2500 سالگی این شهر برگزار می‌گردد صحبت داشته باشیم. اصلا باید کمی معلومات پیرامون همین شهر و موقع جغرافی همین منطقه داده باشیم. سلامت باشید. چخیلی که ما میدونیم یادگاری تاریخی تخت سنگین در طرف راستی دریای امودایرو جایگیر شده است. چخیلی که ما میدونیم در پیوست‌شوی دایره وخش و دایره 5 یعنی که تشکیل میشه دایره امو، این یادگاری در همونجا این شهر ساخته شده است در ناحیه قبادیان. چخیلی که ما میبینیم از طرف آفتاببرا دایره وخش که یک دایره خیلی پرتلاطم است که برای گذشتن آن خیلی مشکلی میارد، یا از طرف افغانستان دایره 5 که تشکیل میکند دایره امو را از طرف چپ شهر دایره امو است که این همه این از طرف راست شهر اگر ما ببینیم کوههای بوریتاو که خیلی سر به فلک هستند از سنگ‌های بزرگ در اونجا که هستند برای دشمن اگر به هجوم گذارد این کوه را عبور کرده و برآمده به شهر هجوم کرده نمیتوانند. از طرف دایره امو آید، دایره امو اونجا این شهر را میگن که محافظت میکنند. به همین خاطر شهرها از دوره قدیم در جاهای خیلی امن ساخته میشدند. شهر همگی مساحت قریب 75 هکتار را تشکیل میدهد. چخیلی که ما باستانشناسا در اونجا کار کردیم دیدیم اون معبدی که در اونجا ساخته شده است اگر بگیم که زل ایوانهای اون 51 متر را با 51 متر تشکیل میدهند. خود زلی که در اونجا 4 کنجه ساخته شده است از سنگ‌ها با معماری دور الینی 12 به 12 را تشکیل میدهد که دیوارهای تا 5 متر بلندی اینا تا در اونجا باقی موندن و شاهستونایی که در اونجا از سنگ‌ها ساخته شده بودند 6 متر بلندی بودند. اونا همه اونا رو ما میتوانیم در اونجا دید. و از طرف وزارت فرهنگ هم اونجا بسیار یک کاری نیک و یک کاری بسیار خوب هم کردن که بامپوش کردن، یعنی بالاپوش کردن. وقتی که یادگاری تاریخی بالاپوش یا بامپوش میشود ما دلمون هم پر می شود، چون که یادگاری تاریخی از باران و از برف و از حادثه‌های طبیعی اونا محافظت کرده می شوند و ما می توانیم در اونجا سالهای زیاد در اونجا کارهای باستانشناسی رو ببریم و از طرف مثال بامپوش اونا حفظ هم می شوند که این هم یکی از کارهای بسیار خیرخواهی همین مردم ما است که این یادگاری تاریخی رو بامپوش میکنن، نگهبانی میکنن و آنها با مردمی که بعد ما میبینن اونا نشانه از تاریخ تمدن شده میتوانند. و ما ناگفته نماند امسال چخیلی که از طرف یونسکو با دستگیری یونسکو 2500 سالگی تخت سنگین رو ما جشن میگیریم. 4م، 5م، 6م اکتبر سال 23 یعنی در نقشه ما گذاشتیم که مثال 4م نمایشگاه در خود آثارخانه اینستیتوت نزد اینستیتوت ما آثارخانه است. در اونجا روز 4م نمایشگاه زلی تخت سنگین می شود که در اونجا می توانند مردم آمده تماشا کنند. ما یک زلی نوی را آماده کردیم که اون بازیافتایی که از خود تخت سنگین پیدا شدن در اونجا جابجا گذاشته شده است، چون که زیاده از 500 یادگاری تاریخی در نتیجه کوشش باستانشناسی از خود شرچه تخت سنگین پیدا شد که یک قسمتی آنها طلاگی، یک قسمتی آنها نقرگی، یک قسمتی آنها از سنگ، دیگر قسمت هاشون اگر باشد از چوب و از استخوان‌ها بسیار کندکاری خوب و درجه عالی بگیم که صفت خیلی بالا خطی ما در اونجا پیدا کردیم که می توانند این یادگاری تاریخی رو رفته در آثارخانه ما یعنی ببینن.
خاطراتی که از اون دور مانده است ما میتوانیم که نشان دهیم که به مردم که در نتیجه کاوش‌های باستانشناسی ما این علامت‌ها یا این ارتفاکت‌ها رو پیدا کردیم. روز پنجم در تالار اکادمیا این سیمپوزیومی بگیم که عمومی جهانی و عمومی خلقی بین المللی در آنجا گشوده می شود. در تالار اکادمیا زیاده از 9-10 دولت دنیایی و مثل فرانسه، آلمان، چکسلواکیه، ایتالیا، روسیه از اینجا عالمان دعوت شدند. عالمان باستانشناس اونها هر یک نفر آنها با مقاله های خود آمدند و برای در اونجا برآمد میکنند. اونها از این یادگاری تاریخی معلومات خیلی زیاد هم دارند. فرانسوزا در اونجا در سالهای پیش کار کردگند که روسا در اونجا کار کردگند. اینا هم اون معلوماتی که دارند اونا میتوانند با این معلومات ها در این سیمپوزیوم اشتراک کنند. روز ششم باشد برای دیدن از یادگاری تاریخی خیلی تخت سنگین یعنی بناهای قبادیان سفربر کرده می شود. اون نمایندگانی که با سیمپوزیوم آمدند از اینجا می توانند خیلی یادگاری تخت سنگین را در ناحیه قبادیان یعنی در طرف راست امودریا که جایگیر شده است این یادگاری تاریخی رفته با چشمان خود ببینند و از یادگاری تاریخی تخت سنگین خاطرات خوب و ملکای خودشون داشته باشند. به خاطر چی تخت سنگین یا که قصر سفید میگن مثال قسمت زیادی مردم ممکن که سوال هم به میان آید که به خاطر چی تخت سنگین میگن، به خاطر چی قصر سفید میگن؟ چون که در دوره همین ساختمانی دوره الینی اینو از ستون‌های آنها از سنگ‌ها تراشیده شده بودند، از سنگ‌های سفید. برای همون قصر سفید یا تخت سنگین میگن. این همه سنگ‌ها همه پایه ستون‌ها همه نقش نگارهایی که دوره به ارکیتکتور الینی وابستگی داشت به همین طرز در اینجا شهرچه بنیاد شدگی بود. به همین خاطر این رو نام تخت سنگین نامیدند. خوب استاد شما در رفتی صحبت گفتید که مثلا در نمایشگاهی که در استخوان‌های اکادمیا برگزار می‌گردد آنجا بازیافت‌های تاریخی، بازیافت‌های باستانشناسی به معرض تماشا گذاشته شدند و یک بخش بسیار نازک را گفتید یعنی که نقش و نگار در استخوان‌ها. خب ما میدونیم که مثلا نقش و نگار در سنگ یک تاریخی خاص دارد، نقش و نگار در چوب‌ها یک تاریخی خاص هستند، یعنی که مرحله خوبی تاریخی هستند. نقش و نگاری که در استخوان‌ها هستند اینها کدام دوره رو در بر میگیرند؟ اینا نه همون دوره که مثلا ما 2500 سال که امروز جشن میگیریم تاریخ در همون استخوان‌ها پیدا شده که از استخوان‌های فیل که اونا آورده شدن اینا برای دست کردها، خنجرها این رو استفاده می‌بردن که خیلی یک صنعت خیلی بزرگ، خیلی شفاف که در اونجا ما می‌بینیم که چقدر دست آدمی، چشمان آدمی چقدر زیرکی اونها رو صنعت خوب آموختن اونها رو به ما نشون می‌دهد که در 2000 سال پیش مردم چی یک صنعتی داشتن که در استخوان‌ها چقدر اونها کار میکردن، چقدر نقش میآفریدن و این نقش‌ها از استخوان ساخته شده با خنجرهایی که اونها بود زیب و زینت میداد. با دسته خنجرها و اسباب‌های آلات‌های مهنتی اونها از این استخوان‌ها اینا رو استفاده می‌بردن. ما سال 21 در اونجا کاوش‌های باستانشناسی گذراندیم. در اونجا یک گوشوار طلایی هم پیدا کردیم که در این گوشوار طلایی 3 خوشه انگور بود. 3 خوشه انگور. وقتی که ما اون گوشوار رو نظر میکردیم فکر میکردیم همراه ما آلمانی‌ها بودن همین گوشوار رو میگرفتن و میدیدن گوشوار رو میگرفتن من میگفتم این چی برای چی اینقدر این گوشوار رو اینا توجه زیاد دارند. من هم پرسیدم که چی گو که این ببین این نقش رو با کدام چشم ها که در اون وقت میکروسکوپ نبود اسبابایی که امروز ما استفاده میبریم تمام ذره‌های خرد رو که میبینیم در اون با کدام چشم ها این خوشهای انگور رو در اینجا اینو ثبت کردن نصب کردن. از اینجا معلوم میشه که در همون زمان در همون دور همون صنعتی که اونها داشتن خیلی ترقی کرده بود، خیلی رواج رونق یافته بود که در یک گوشوار میده 3 خوشه انگور. من گفتم که این 3 خوشه انگور رو بیا رمز میمونیم گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک همون دور زمانه رو همین 3 خوشه انگور من هم خیلی نامگذاری کردم گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک. خوب باز از کدام صنعت‌های مثلا مردمی اونجا درک می‌دهد یعنی جز اونه که مثلا اونجا سنگکاری هست و چوبکاری هست و این ساختن آهن‌ها یعنی در اونجا سکه‌ها هم بسیار زیاد پیدا کردیم که با رسم‌های شاهان همون زمانه
این هم یک صنعت خیلی بزرگ است. چون که ببینید که در همون دور در تانگو سیکه زدن، رسم‌ها رو در تانگو ماندن، اینم خیلی یک صنعتی بزرگ بود که همه دولت‌ها در این 2500 سال این تانگوها رو گفت بعد کم میشید که پیدا میکردن، لیکن در اونجا ما خیلی تانگوی زیادی پیدا کردیم که به دوره قشانیان و به دوره باختری‌ها در اونجا اینو وابسته بودن که اینو شهر میدادن که این تانگو از دوره همون دوره باختری‌های دوره قشانیان است. خوبه، در بعضی سرچشمه‌ها همین تخت سنگین همچون خزینه عموداری یاد می‌شود. به خاطر که همه ما معلوم است در کتابام نوشته شدن، در تاریخ هم هستند، در سالهای پیش بگیم که از دوره شوروی در اونجا که سرحد نبود، مردم آزاد تجارتکارا اومده در این طرف و در اون طرف دریا میگذشتن. خیلی به همه ما معلوم است راه ابریشم. راه ابریشم شاخه‌های خیلی زیاد داشت. این شهرهای ترقی کرده که وقتی که شهرهایی که مانند نیدوار یا که جای سکه چاپ میکنن، این شهرها بزرگ شهرهای حساب میشوند. وقتی که اینو پول خود رو دارن، پول سکه‌های خود رو مهر کرده میبرن، اینو بزرگ شهر حساب میشد. وقتی که اینو بزرگ شهر شدن در دوره راه ابریشم، حتما تاجران با این شهرها اومده علاقه مثال تجارتی داشتن و آن مردمی که در اونجا بودن در نتیجه بارش و در نتیجه سیل اومدن دیگر، چه وقتی که کدام جایهای دیوارهای همون قلعه چپه میشد، اونا از همون دریای چخیلی که شما میگید کلاد، امودارینسکی کلاد، یعنی اون بازیافتایی که در اونجا پیدا شدن، مردم پیدا کرده به همون تجارتکارا همون چیزای پیدایی همون کردگی دوره تاریخی رو فروختن. اونا گرفتن و در قسمت تاریخ بردن در طرف افغانستان، با اینا رو دوزها زد و دوزها مال اینا رو زیادی اونا رو گرفت. با انگلیسا اومدن در اون دور، با انگلیسا در اینجا اینا رو کمک کردن و زیادی همین بازیافتا در خودی آثارخانه انگلیا جایگیر شده است که ما بسیار رسمای اونها رو رفته گرفتیم. اول امروز در نقش نگارای ما هست، در صورتاش در کتاب‌های ما هست که اینا همه این بازیافتای خودی همین تخت سنگین حساب می شود. در همون آثارخانه‌های بزرگ مثلا جهان امروز همین بازیاف‌ها همچون بازیاف‌های منطقه تاجیکستان نام میبرند. بله، چون که اینا هر چیزی که پیدا میشد از کجایی که باشد با همون منطقه نشان داده میشد که این بازیاف از کجا پیدا کرده شد. ما هم اگر هر چیزی پیدا کردیم، یا ناحیه شوراباد رفتیم یا مومن آباد رفتیم یا دنقره رفتیم، اگر کجایی که رفتیم همون چیزی بازیافت در همون آثارخانه نوشته میشد که از طرف کی پیدا کرده شد، از طرف باستانشناس یا از طرف شهروند از کجا پیدا کرده شد. همه آنها نوشته در اونجا مونده میشد که از کدام ناحیه از کدام شهر پیدا شده. بهترین. خوب، امروز آمادگی به همین جشن 2500 سالگی در کدام سطح قرار داره؟ ما راستی گپ بسیار خوب تیار دیده ایم. خیلی که تکرارم شود گفتم که زیاده از 9-10 دولتی دنیای دعوت شدن، زیاده از 23 نفر عالمان در این سیمپوزیوم بین المللی در اینجا آمده اشتراک میکنن. هر یک نفری اونها موضوع شخصی خود رو دارن نسبت تخت سنگین، چون که معلومات هایی که از تخت سنگین هم کتاب ها چاپ شد به زبان روسی، به زبان تاجیکی، به زبان انگلیسی، دسترس تمام علمای دنیا شدگی است. و همین خاطر اونها آمدن امروز همراه ما آمده یکی از یادگارهای بهترین تاجیکستان ما گفته میتوانیم آمده همراه ما جشن بگیرن 2500 سالگی، یعنی یادگاری تاریخی تخت سنگین رو با کمک خودی یونسکو. این فخر است برای ما، چون که یونسکو این برای شناختن و برای کمک کردن و برای تشکیل کردن سیمپوزیوم برای ما یک خیلی بگیم که یک کاری خیری را نشان میدهد. خوبه، تا جایی که من خبر دارم اخیراً چند یادگاری باستانی دیگری ما برای خط یونسکو داخل کرده شد. بله، از وادی زرافشان خیلی یادگاری تاریخی که ما پیشنهاد کرده بودیم اونام در روی خط یونسکو گذاشتن، وارد شدن و گفته میتوانیم که در آینده باز ما میتوانیم همین یادگاری که وارد شدن چیزی خوبتر همین اساسش بامپوش کردن، بالا پوش کردن. اگر حفظ کردن، اگر ما همیها را بسیارتر حفظ کنیم و بامپوش کنیم، این بعد در آینده هم برای یونسکو هم برای دولت‌های خارجی از کشور اونا حس میکنن که ما یادگاری تاریخی خود رو مثل گهواره که
چشم خودمون نگاه بینی میکنیم و تاریخ تمدنی که باقی مونده است از مردم ما، از مردم قدیم ما میتوانیم به مردم آینده نشان دهیم و بگوییم که این است یادگاری گذشتگان ما. بله و گمان میکنم که هر یک بازیافت تاریخی که مثلا در این گوشه و اون گوشه دنیا پیدا می شود این مال تنها یک خلق نیست، چون که یک سرچشمه تاریخی، یک سرچشمه تمدن، یک نوید علمی خیلی تازه هست که مثلا برای عالمان به کار می آید، برای شناخت یک تاریخ معین به کار می آید و این رو مثلا تمام جهان می تواند قطع کرده باشد که مثلا کدام روزگار در کدام یک گوشه دنیای چه خلقیت بسر برده است یا زندگی کرده است. شما درست که میزنید، چون که علم در یک شهر علم نمی شود. وقتی علم را تمام عالمان دنیا جمع می شوند و علم بزرگ می شود، چون که در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، در این زمینی که ما زندگی میکنیم، زندگی مردم از دوره آپشن ابتدایی، دوره عصر سنگ، اینا قریب که یک جا هستند. چون که هر جا که ما میریم یادگاری تاریخی که ما از دوره عصر سنگ پیدا میکنیم، در خوالین، در کلدره، اینا هم از چوپینگ، چوپر، میکرولیت ها، پلاستین ها، ما وقتی که میبینیم قریب که با هم مانندی میکنن. در همون دور و زمان این مردم اگر به شرط سخت اگر بسیار ترقی هم نکرده بودن، نه که به همون زمانه و به همون دورشون خیلی پیشرفت حساب شدن. چون که ببین که یک عقل آدمی از سنگ چی را بسازد؟ میکرولیت، پلاستین، نوک نیزه، شکار، این هم یک عقل پیشرفته است. همین سال ما همراه عالمان نوسیبیر از طرف نوسیبیر سویتلانا شنایر، از طرف تاجیکستان نورالدین سیفالله و مدیر شعبه باستانشناسی در مرغاب بودیم و آموزش دوره آپشن ابتدایی به غار استیک، غار شختی. وقتی که رفتیم در اونجا دو غار نوی را پیدا کردیم که در اونجا همون عکس هایی که 12,000 13,000 سال پیش در تنه سنگ ها کشیده شدن، یعنی با رنگ سرخ، اونا باقی موندن. اون حیوان هایی که هستند باقی موندن. از این خاطرات وقتی که از روسیه با تاجیکستان همکاری داشت، چقدر اونا خوش شدن. امروز مقاله های ما در نوسیبیر چاپ شده است، در ژورنال های با زبان انگلیسی، ژورنال های خیلی پیشرفت چاپ شده است. این نشانه است که علم روز از روز ترقی کرده است، پیشرفت ایستاده است. و خوب است که همه همکاری های آلمان تاجیک با آلمان دیگر کشورها روز تا روز تقویت می‌یابد و کارگزاری در بخش‌های گوناگون منطقه های کشور صورت میگیرد و گمان میکنم که همین شناخت یک تاریخ میتواند باز هم توجه بیشتری اهل علم را به کشور ما داده باشد، زیرا معلوم است که تاجیکستان یکی از کشورهای کهن دیار در همین منطقه شناخته می شود و در گوشه و کنار تاجیکستان عزیز یادگاری هایی هستند که به شناختن، به آموزش، به تحقیق نیاز دارند. برای آنه که وقتی افته به صحبت ما آمدید از شما منتظر هستیم و امید میکنیم که همین چاره‌بینی بین المللی که شما در نظر دارید در یک سطح خوب میگذارد و عالمانی که به سرزمین ما می آیند با یک دید خوب، با یک بازیافت بهتر به دیار خود بر خواهند گشت. این همه کارهای باستانشناسی ما این از استقلالیت ما است. این از آرامی دولت ما است. ما آرزو میکنیم که تاجیکستان عزیز ما همه وقت آرام باشد، آسمانی صاف بالای مردم ما باشد. ببینید که اینقدر سیاحان، اینقدر مردمانی که برای دولت ما میبینند، تماشا میکنند، یک خاطرات میبرند. و همین خاطر این پیشرفت عالمان ما هم از استقلالیت ما است، از آرام بودن دولت ما است. و همین خاطر من آرزو میکنم به مردم تمام تاجیکستان که صلح صلاح باشد، آرامی باشد، بالای سر تمام مردم تاجیکستان آسمانی صاف و بی‌غبار باشد. سلامت باشید. خوب، در صحبت ما بودن نورالدین سیفالله، مدیر شعبه باستانشناسی انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان. تا صحبت دیگر شاد بمانید.